او ستاره جهانی نمی شود. او ارکیتکتری بزرگ، انجینری به همتا، دکتری بی‌مثل در سطح جهانی، بیزنسمنی برجسته نمی شود. مهم نیست در کدام ساحه. اگر کودک چه خیل درست استفاده بردن تکنولوژی را نداند، تکنولوژی همه چیز کودکتان را میگیرد. در بیزنس بی خواندن کس مفلس می شود. بانکرات شدن خیلی آسان می گردد. کسی که پول کار می کند بای نمی شود. کسی بای می شود که پول را جمع کردن می تواند. سلام بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، کسانی که مرا در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند و می‌شنوند، همتان خوش آمدید. موضوع امروزه ما راه‌های شخصیت قوی گردانیدن کودک است. همچنین در این اثنا باید چه کار کرد تا کودک از جهت پسیکولوژی آسیب نبیند؟ برای آنکه عین زمان چه حادثه روی می‌دهد؟ ما می‌خواهیم از یک طرف کودک به قوت شود، از طرف دیگر بعضن والدان به او چنان فشار می‌آورند که با سخن تصویر کردن دشوار است. بعضن بسیار آدمان می‌خواهند که فرزند 2 ساله و یا 3 ساله‌شان یک بار نابغه شود و با یک چند زبان‌ها گپ زند. البته تعلیم و تربیت کودک خوب است، اما نباید او را از کودک بودن محروم کرد. حالا من درباره آن چیزها گپ می‌زنم که برای آینده کودک شما لازم است و به او یاری می‌کند تا به دستاوردهای خوبی نائل گردد. خب از آن سر می‌کنیم که به کودکان حاضر چی در کار است؟ چی بسیار ضرور است؟ در نوبت یکم، اگر شما خواهید که در آینده کودک شما شخصیت قوی شود، من به شما توصیه می دهم کاری کنید تا فرزندتان 3 زبان را داند. با او کمک کنید تا از خردی 3 زبان را آموزد. بغیر از زبان مادریش، او باید باز 3 زبان را داند. یکم فهم است. زبان مادریش را باید داند. این معلوم است. اما غیر از آن 3 زبان را داند. کدام ها؟ انگلیسی، روسی، حتما باید این زبان ها را حتما خوب داند. و زبان سوم می تواند زبان های عربی، آلمانی، فرانسوی، خیتایی یا اسپانی باشد. یکی از این زبان ها را نیز باید حتما داند. چرا؟ چون که من در تمام عالم سفرها میکنم و با آدمان زیاد درس میدهم. فهمیش من چنین است که برای انسان حاضره زندگی کردن دوام 10 سالهای آینده، دوام 50 سال آینده بدانستن زبانهای خارجی خیلی وزین و دشوار است. برای آنکه حالا دنیا چه خیل است؟ عین زمان سرحد وجود ندارد. حالا این خیل شده است. یک حیات، یک دنیا. میفهمید؟ حالا همین خیل است. یک دنیا، یک بازار. کودک شما پتانسیل خود را میتواند در تمام دنیا استفاده برد. کودک شما استعداد خود را میتواند در تمام دنیا استفاده برد. اگر او در تمام عالم موفق شدن را یاد نگیرد، شخصیت قوی نمی شود. انسانی که تنها در بازار محلی خود محدود شده خردکک میماند و بازارهای جهانی نمی براید، او ستاره جهانی نمی شود. او ارکیتکتری بزرگ، انجینری به همتا، دکتری بی‌مثل در سطح جهانی، بیزنسمنی برجسته نمی شود. مهم نیست در کدام ساحه را که گیرید. مثلا حتی اگر دکتری برجسته شده در ناحیه خودتان کار کردن خواهد، همین مسئله عادی ترین را می گیریم. اگر او دکتری توانا شدن خواهد، او باید تکنولوژی معاصر و زبانها را داند، وگرنه او سبزیده نمی تواند. برای همین یکم غم چی را خوردن در کار؟ غم آن را که فرزندتان بغیر از زبان مادریش باید 3 زبان خارجی را داند. اگر شما واقعا غم آینده فرزندانتان را میخورید، همین کار را کنید. این ضرور است. اما کودکان را راهنمایی کردن در کار، در این باره با آنها گفتن در کار. این بود یکم. دوم، کودک باید فهمیش خودآموزی پیدا کند. با کودکتان کمک کنید تا خودش خواهش خواندن داشته باشد. تا او را دائم مجبور نسازید. دائم تاکید نکنید. دائم نگویید. دائم فشار نآرید. کودک باید خواهش خودآموزی داشته باشد. خودآموزی چیست؟ فهمیش خود تحصیل کنی. او باید خودش خواندن خواهد. ادبیات نو را باید خودش خواندن خواهد. کلاسیک ها را باید خودش در همان ساحه دلخواهش رشد یافتن خواهد. محض خودآموزی
اگر ببینید مثال اکثر آدمانی که مشهورند به مانند ریچارد برنسون یا بیل گیتس یا استیو جابز و غیره، آنها دانشجو بودند، یک چند کورس را خواندند، بعد خواندن را دانشگاه را پرتافتند. اما این معنای آن را ندارد که آنها نخواندند. آنها به خودآموزی مشغول شدند. آنها خیلی جدی به خودآموزی مشغول شدند. وقتی انسان به خودآموزی مشغول می شود، در آن از تحصیلات دانشگاه هم بیشتر دانش می گیرد. این درست است، چون که در دانشگاه ها می توانند برنامه مکمل را دهند. از آن برنامه شاید در حیات شما 20 و یا 40% در کار شود، به طور دائمی در کار شود. ولی وقتی انسان به خودآموزی مشغول می شود، او همان دانش‌هایی را می گیرد که به او هر روز در کارند. 100%. خودآموزی قسمی ضروری آینده کودک است. کودک باید خواهش خواندن داشته باشد. کودک باید فهمیش پیدا کند که برای چی مهم است. این بسیار ضرور است. چون که شما دائم با فرزندانتان بودن نمی توانید. شما دائم همراه او بودن نمی توانید. روزی فرا می رسد که باید او را به حیات مستقلانه گسیل کنید. انا آنگاه او به شما نمی تواند. این بسیار مهم است. من چی را می بینم؟ سرعت را. عین زمان با کدام سرعت دنیا تغییر می یابد. سرعت تغییریابی، انکشاف و صفت زندگی را می بینم. همه ساحه ها انکشاف یافته ایستادند. بینید همه چی تغییر می یابد. کاملا همه چی. وقتی انسان قابلیت زود آموختن را ندارد، بسیار بای می دهد. همچنان کودک باید قابلیت زود آموزی داشته باشد. او باید زود تحصیل کرده تواند. به آسانی. از این رو از همه مهمترین پدیده این است که او باید خصلت خودآموزی داشته باشد. پس این را به او فهمانیدن، او را راهنمایی کردن در کار. یک چیز عجیب، همان فهمش ها، همان محیط که فرزند در کودکیش می‌بیند، تمام عمر با او خواهند بود. لطفاً در یاد گیرید. آنچه که او در اطرافش می‌بیند، آنچه که او قبول می‌کند، باعث تشکل نقطه نظری او می شود. همین ها فهمیش او را تشکل می دهند. همین ها باوری او را تشکل می دهند. نقطه نظر و باوری او را. همین ها در سر او شبکه نیرون ها را تشکل می دهند. برای همین غمخواری ما در حق فرزندانمان در ایام کودکیشان اهمیت کلان دارد. زیرا وقتی او در 18-19 سالگیش به حیات مستقلانه قدم میماند، گپی مرا در یاد گیرید. اکثر آدمان انکشاف دادن همان چی را که در کودکیشان آموختند دوام میدهند. آن چی را که در کودکی یاد گرفتند، همان را بسیارتر اجرا میکنند. سیوم، دقیق و معین غمخواری کنید تا کودکتان داند و یاد گیرد تکنولوژی ها را. کودک باید تکنولوژی باشد. او باید در آینده در ساحه خود تکنولوژی را فهمد. مهم نیست که او ساختمانچی می شود، مهم نیست که او معلم می شود، مهم نیست که او ارکیتکتر می شود یا موسیقی نواز، اکتور، کسی که نشود. حتی کارمند گئی شود هم. مهم نیست که او کی می شود. او باید در ساحه خود تکنولوژی ها را خوب داند. برای همین حاضر ریپیتیتر گیرید تا به فرزندانتان تکنولوژی ها را آموزند. حاضر. اگر کودک طرز درست استفاده بردن تکنولوژی را نداند، تکنولوژی همه چیز کودکتان را میگیرد. مثال اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، گجت ها و غیره. آنها وقت زیادی فرزندانتان را میگیرند. شما کودکتان را بای میدهید و آسانی او را گم میکنید. کی ما فرزندمان را از دست می دهیم؟ نه زمانی که او واقعا در بر ما نیست، بلکه وقتی فکری او با ما نیست، وقتی در تصورات و فهمیش او برای ما جای نیست. آنگاه ما فرزندمان را بای داده ایم. وقتی هوش و یاد او در اینترنت، سریال ها، مولتفیلم ها و غیره است. این مسئله بسیار مهم است. چهارم، چیزی که به فرزندمان آموزاندن بسیار مهم است. در ساحه خود ماکسیموم پروفسیونال شدن. من چی را دیدم؟ من دیدم که
در کسب و کارهای گوناگون مهم نیست در کدام سمت. در هر یک ساحه 10% آدمان در حقیقت سوپر پروفسیونال می باشند. 90% دیگر کادرهای میانه، متخصصان میانه. اگر کودک شما میانه شود، طبیعی است که سطح زندگیش نیز میانه می شود. وقتی انسان در ساحه خود پروفسیونال می شود، سوپر پروفسیونال می شود، پس او چی به دست می آورد؟ او به قطار همین 10% می براید. در همین 10%. بینید، کدام دکتر طلبگارانی زیاد دارد؟ کدام اکتور طلبگارانی زیاد دارد؟ کدام سیاستمدار طلبگارانی زیاد دارد؟ کدام انجینیر طلبگارانی زیاد دارد؟ کدام بیزنسمن در سمت خود می تواند زنده باشد؟ مخصوصاً در بیزنس حالا بخواندن نمی شود. اگر در بعض ساحه‌ها شناس، تقا، خش و تبارها را استفاده برده جای کار یافتن ممکن باشد، ولی من کفالت می دهم که در بیزنس این ناممکن است. در بیزنس، در ورزش این جان ندارد. شناس بازی در بیزنس بدانش کس مفلس می شود، با آسانی مفلس می شود. دور رفتن ناممکن است. در بیزنس در هر یک سمتش اگر نگاه کنید، مثال 50 یا 100 شرکت می تواند به فروش لباس مشغول باشد، ولی تنها 10%شان به طور برجسته موفق می شوند. 100 شرکت می تواند با ساختمان مشغول باشد، ولی تنها 10%شان به طور برجسته موفق می شوند. فرمولش چنین است: محض آنهایی که به قطار 10% بالا شاملند به نتیجه های خوبی واقعی نائل می شوند. آنها دستاوردهای بزرگ خواهند داشت. انا گپ در کجاست؟ برای همین کودک را چنان خواندن در کار که او در ساحه خود فکرانی غالب و پسیخولوژی چمپیون را داشته باشد. توجه کنید. پسیخولوژی چمپیون را، چمپیون چیکار میکند؟ چمپیون از اول خود را به پیروزی تیار میکند. البته من گفته نمیتوانم که همه به این قادرند. این خیلی نمیشود. اما این را کسی میتواند که بالای خود کار میکند. این را کسی میتواند که واقعا برای همین آفریده شده است. اکنون دقت کنید. آیا دلخواه کس در ساحه خود چمپیون شده میتواند؟ بله، میتواند. مثلا شاید من در دیگر ساحه چمپیون شده نتوانم، ولی در ساحه خودم من چمپیونم. همچنین دلخواه کس. اگر ما به کودکمان برای یافتن طرفی به قوت خود در چهارچوبه همان استعداد خدادادش یاری کنیم، او را به همان سمت روانه سازیم، ریپیتیتر گرفته به او در مشق و تمرین‌هایش و غیره کمک کنیم و به همان سمت راهنمایی کنیم، من کفالت می‌دهم دلخواه کس بالای خود کار کرده در ساحه خودش می‌تواند چمپیون حقیقی شود. ولی در ساحه خودش، در ساحه‌های گوناگون نمی‌تواند، ولی در ساحه خودش می‌تواند. اگر او کوشش زیاد کند. برای همین این یکی از چیزهای مهمترین است. از اول آموزاندن کودک و با او فهماندن که باید در قطار 10% بالا باشد. آنگاه همیشه به او طلبات پیدا می شود. اگر در قطار 10% بالا باشد، پس او کارمند ماهر است. او انسانی می شود که در حقیقت به اهل عالم فایده زیاد می رساند. انسانی که به اهل عالم فایده زیاد می رساند همیشه سربلند می شود. برای چی؟ برای آن که او فایده آور است. فلسفه زندگی خود چنین است. هر چی که فایده ناک است عمری دراز می‌بیند. هر چی که فایده ناک است با او طلبات زیاد خواهد بود. قاعده و قانون این دنیا همین خیل است. چیزی دیگری که کودک باید آموزد مهارت تشکیل نمودن کار است. مهم نیست در کدام ساحه. کودک باید فهمیش طرز تشکیل نمودن کار، چاره‌بینی‌ها، لایحه‌ها و اداره کنی آنها را داشته باشد. او باید این کار را تواند. طرز گرد آوردن آدمان. اگر خواهید که فرزندتان شخصیت قوی گردد، دانید که این همه با هم علاقه‌مندند. قابلیت تشکیل نمودن کار را در کودک انکشاف دهید. با او سپارش ها دهید. بگذار از کارهای عادی خانه سر کند، روز خود را تشکیل کند، کار خود را تشکیل کند. با او سپارش دهید فلان مسئله را حل کن. بگذار آن کار را تشکیل کند، راهش را یابد. کار را تشکیل کردن ملکه است که در عالم معاصر به مانند خواندن و نوشتن خیلی ضرور است.
من آینده آن آدمی را که در این دنیا زندگی می کند ولی خواندن و نوشتن نمی تواند تصور کردن نمی توانم. عیناً همین خیل آینده آن آدمی را که زندگی یا کار خود را تشکیل کردن نمی تواند تصور کردن ناممکن است. با کودک طرز تشکیلی کار را یاد دهید. اگر شما این کار را کردن نتوانید پس او را به جای فرستید که این را می آموزانند. متشکل بودن، عهده‌برا بودن را. چیزی دیگر، معلومات اقتصادی. با کودک معلومات اقتصادی داده دانشش را رشد دادن در کار. دانش مالیویش را، پول را جمع کردن و اداره نمودن آن را. گپ در آن است که کسی که پول کار میکند بای نمی شود. کسی بای می شود که پول را جمع کرده می تواند. ثروتمندی نه آن روز سر می شود که کس پول کار می کند بلکه روزی که پول را جمع کرده می تواند. پول کار کردن، جمع کردن، اداره کردن. در عالم معاصر باز اینکه در آینده همه چی پولکی می شود. نگاه کنید. خواندن پولکی است. طبابت پولکی است، جای زیست پولکی است، نقلیات پولکی است، سیاحت پولکی است، حتی کمک رسانیدن، کاری خیر کردن هم پولکی است. به همه چی پول دادن در کار. حتی برای شوهر خوب بودن هم پرداخت کردن در کار. برای پدری ارزنده بودن به فرزندان خود امکان دادن هم پرداخت کردن در کار. برای پسری خوب بودن به والدان کمک کردن هم پرداخت کردن در کار. برای خوب غمخواری کردن به پدر و مادر هم پرداخت کردن در کار. به پول این همه ناممکن است. هرچند بعضی‌ها میگویند پول مهم نیست، من انسان روحانی ام و غیره. آخر حتی برای خریدن قرآن و انجیل هم پول در کار. حتی برای سفر کردن به حج نیز پول در کار. میفهمید؟ این را درک نمودن خیلی مهم است. اون آدمانی که شما را رهگم ساخته میگویند که گویا بایگری چیزی بد است یا گویا کمبغلی از جهت دینی افضلیت دارد، این نادرست است. یگان دین طرفدار کمبغلی نیست. باور کنید، یگان دین. بله، خاکساری در همه جا در کار است. ولی در یگان دین کمبغلی ستایش نمی شود. من ندیدم. بیچارگی و کمبغلی را یگان جمعیت طرفداری نمی کند. تنها بعضی آدمانی که این را نمی فهمند و کمبغلند با چنین گپ‌ها خود را سفید می کنند. برای همین به فرزندانتان معلومات اقتصادی دهید. این بسیار مهم است. به کورس‌های ما یا به دیگر جایها فرستید تا این را آموزند. ما این را دوام چندین سال باز به طور کسبی می آموزانیم. سال به سال جایهای خالی امان قریب که نمی ماند. هر دفعه وقتی کورس‌ها را سر می کنیم بر وقت جایها پر می شوند. 4-5 ماه پیش جایها بند می شوند. کودکان دیگر جان نمی شوند. چرا؟ چون که والدان فایده درس‌های ما را می‌بینند، منفعتش را می‌بینند. از این رو معلومات اقتصادی برای آینده کار ضروری است. تا رفت ما برای همه چی پول می‌دهیم. چیزی مهم دیگر که باید به کودک آموزاند، محض انکشاف قابلیت راهبری است تا او پتانسیل، نیرو و استعداد خدادادی خود را کشاید. برای کودک محیط فراهم آوردن در کار که قابلیت راهبری خود را کشاده تواند. در این کار به کودک یاری رسانیدن در کار. قابلیت راهبری خود از خود کشاده نمی شود. می خواهم شما دانید. قابلیت راهبری وقتی کشاده می شود که انسان به محیطی پر از طلبات جدی وارد می شود. راحت و انکشاف. دقت کنید. راحت و انکشاف با هم یک جایه بودن نمی توانند. اگر شما برای کودک شرایط عالی به راحت فراهم آورید، او قابلیت راهبری پیدا نمی کند. من می توانم با باوری گویم راحت و انکشاف با هم یک جایه بودن نمی توانند. می فهمید؟ اگر شما والدانی باشید که فرزند خود را بسیار دوست می دارید اما او را ارکه می کنید، برای شرایط عالی فراهم می آورید، برایش راحت دنیا را مهیا می سازید، ببخشید، شما کودک خود را فلج می سازید. شما قابلیت راهبری او را نیست می کنید. وقتی دائم به او همه چیزی تیار را می دهید، حتی اگر همه طلبات حیاتی او را قانع می سازید، با این به او کمک نمی کنید. با این حیات فرزندتان را برباد می دهید. شما حیات او را واقعا نیست می کنید. چرا؟ در حیات به انسان چی خرسندی می بخشد؟ بیاد دارید. خودتان وقتی یگان دستاورده داشتید بسیار خرسند می شدید. یعنی راه کامیابی انسان را خوشبخت می سازد. وقتی کس چیزی به دست می آورد، پی هم با نتیجه و دستاوردهای نیک. مثال بیاد دارید. وقتی شما در سالهای دانشجوییتان پول کار کرده به خود لباسی خریدید.
آن کار شما را بسیار خرسند میکرد و شما باوری میبخشید. لحظه ای را که بار اول ماشین خریدید به یاد آرید یا اولین بار خانه خریدید، این باوری انسان را میافزاید. گپ در آن است که انسان را خود باور میسازد و خودبهادیهی او را بلند میسازد. خودبهادیهی انسان و سطح دستاوردی او و خوشبختی هماهنگند. انسانی که خودبهادیهی پست دارد در بسیار حالتها خود را ناموفق حس میکند. انسانی که خودبهادیهی پست دارد و بسیار چیزها نائل نمیگردد. این ناممکن است. با خودبهادیهی پست کارهای بزرگ کردن ناممکن است. این غیر واقعی است. از این رو ما به کودک جهت رشد خودبهادیش کمک میکنیم و کودک را نتیجه های خرد، دستاوردهای خرد، کامیابی های خردش خوشبخت، خودباور میسازد. سپس به وای رسیده همین طور به موفقیت های کلان نائل میگردد. آنگاه البته انسان خوشبخت میشود. برای خوشبخت شدن انسان به او کمک کردن در کار. خوشبختی چیست؟ خوشبختی حیاتی با عقلانه به ترتیب درآورده شده است. از این رو این بسیار ضرور است. کمک کنید محیط فراهم آرید تا کودک در آن محیط قابلیت راهبری خود را انکشاف داده تواند و مهارت او طلبات باشد و دانش و توانایی او طلبات باشد. مثال عادی، دانشجو کی خوب میخواند؟ تمام سال یا پیش از امتحانات؟ پیش از امتحانات. چرا او پیش از امتحانات خوب میخواند؟ برای آنکه به استعداد او طلبات است. طلبات است. در جایی که به دانش و استعداد او طلبات است، او انکشاف می‌یابد. در جایی که طلبات نیست، انکشاف نمی‌شود. طلبات در کار است. بله، همین خیل است. همین طور کنید. طلبات باید باشد. آنگاه نتیجه و پیشروی به چشم می‌رسد. خب، دوام می‌دهیم. چیزی دیگر که باید به کودک خوب آموزانید، دقت کنید. این انکشاف خصلت اوست. انکشاف خصلت او. و انکشاف خصلت انسان چی کمک میکند؟ و انکشاف خصلت او. انکشاف خصلت انسان آسان نیست. انکشاف خصلت. نگاه کنید. خصلت از استعداد دیده مهمتر است. اکنون بیایید فکر میکنیم. خصلت انسان را چی انکشاف میدهد؟ خصلت انسان را چی تشکل میدهد؟ خصلت انسان به چی وابسته است؟ خصلت انسان با آنچه که کس بیشتری عمر خود را میگذراند تشکل مییابد. با آنچه که کس بیشتری عمر خود را میگذراند. و بیرون از مکتب، بیرون از خانه او چی کار میکند؟ وقتی مستقلانه تنها میماند. در آینده کودکتان که میشود دانستن میخواهید؟ فهمیدن این خیلی عادی و آسان است. بینید که او بیرون از درسهای مکتبیش و بیرون از سپارش‌های شما چی کار میکند؟ کودک در وقتهای خالیش چی کار میکند؟ همان در مغز سرش نقش میبندد. فهمیش او همان خیلی تشکل مییابد. محض همین آهسته آهسته خصلت او را تشکل میدهد. تدریجاً. میفهمید؟ خصلت انسان از آنچه که او وقت زیادش را صرف میکند تشکل مییابد. مثال، اگر انسان هر روز 2 ساعت زبان آموزد، در اون متانت تشکل مییابد. اگر او هر روز اقلاً 1 ساعت یا هفته 5 ساعت ورزش کند، تا باور و به قوت میشود. میفهمید؟ تا باوری، اراده، تحمل، طاقت و برداشت. اگر انسان هر روز کوشش خواندن کند، در او خصلت مبارزی تشکل مییابد تا دانش‌های نو بگیرد و غیره. اگر او هر روز اینترنت، گادجت، تلویزیون تماشا کرده شیند، چی می شود؟ او زوال مییابد، چون که خصلت مبارزی ندارد. از او کسی چیزی طلب نمی کند. تق تق کرده صحیفه‌های اینترنتی را تماشا کرده میشیند. برای آن که همین کارها به کس درجه بلندی فراغت می بخشد. شبکه‌های اجتماعی، گادجت ها و غیره. و انسان از آن استراحت می کند. راحت و فراغت می کند. یک دنیا هزل و شوخی ها و غیره ها.
همان هزل و شوخی ها به انسان چگونه تأثیر میگذارند؟ تدریجاً آهسته آهسته مغز سر او را پر میکنند. ادراک او تا رفت با هذیان پر می شود. یگان چیزی با عقلانه نمی ماند. بعد او دائم ارکگی می کند اگر شما ثروتمند باشید. و اگر شما ثروتمند نباشید او خود را همیشه بیچاره حس می کند. گویا که همه زندگی عالی دارند و پدر و مادرش برایش شرایط خوب فراهم نمی سازند. او با فهمیش به وای می رسد که گویا پدر و مادرش نااهده برایند و دائم از آنها ناراضگی می کند. از این رو برای آنکه خصلت تشکل یابد، اگر شما در دهه و ناحیه ها زندگی می کنید، یک قسمی وقتی کودک را با کار جسمانی پر کنید. کار جسمانی خصلت را شدیداً تشکل می دهد. اگر در شهر زندگی می کنید، ورزش، حتما ورزش. چون که او باید جسماً وزنینی و درد را حس کند. او باید حس کند. انا آنگاه او تاب‌آور می شود. اگر خواهید که شخصیت قوی شود، تنها همین طور ممکن است. اگر کودک ناتوان تربیت کردن خواهید، پس فکر کنید، خودتان می‌دانید. اما شخصیت قوی با سختی تشکل می‌یابد. چیزی مهم دیگر، با کودک چی را آموزاندن در کار؟ تشکل دادن فکرانی درست. در یاد دارید چه گفتم؟ در آغاز، در کودکی، در عائله، در سر انسان محض شبکه‌های نیرانی تشکل می‌یابند. سپس تمام عمر او تنها در همین سمت انکشاف می‌یابد. مثال نگاه کنید، اگر کودک در عائله دیندار تولد شود، او همچون آدم دیندار به وای می‌رسد. اگر او در عائله موسیقی نواز تولد شود، به وای رسیده آهسته آهسته سوی موسیقی میل می‌کند. اگر او در عائله بیزنسمن تولد شود، آهسته آهسته به همین طرف میل می‌کند. اگر در عائله ملیسه تولد شود، به همین سو میل می‌کند. آنچه را که می‌بیند همان را به خود قبول می‌کند. بعد در آخر مثلا چرا فرزندان دوریدگر عادتاً دوریدگر می‌شوند؟ فرزندان دکتر آرزو می‌کنند که دکتر شوند. فرزندان گنرال آرزو می‌کنند که گنرال شوند. برای چی؟ برای آنکه در خانه دائم در همین باره گپ می‌رود. او می‌بیند، می‌شنود، می‌بیند، می‌شنود، می‌بیند، می‌شنود. حیاتش تنها از همین عبارت است. و در سرش همان علاقه های نیرانی تشکل می‌یابند. فکرانی انسان نقش خیلی مهم می‌بازد. فکرانی پایه است. فکرانی چیست؟ فکرانی درجه فهمیش انسان است. مثال، امکانیت ها هستند. یک گروه آدمان آن امکانیت ها را می‌بینند، گروه دیگری آدمان آن امکانیت ها را نمی‌بینند. این به چه علاقه‌مند است؟ چرا یک گروه آدمان آن امکانیت ها را می‌بینند ولی گروه دیگری آدمان نمی‌بینند؟ این به فکرانی آنها علاقه‌مند است. وقتی فکرانی انسان سست است یا کمبغلانه است، اون نمی‌بیند، نمی‌فهمد. اگر فکرانی انسان با قوت باشد، او همیشه امکانیت ها و عاقبت کار را می‌بیند. یک مثال کوتاه میارم تا فهم شود. مثلا دو انسان یک فکت ها را می‌بیند. او میگوید می‌بینی رقابت سخت است، بحران را می‌بینی، حالا چقدر مشکلات هست می‌بینی، پول نیست و غیره و هاکذا. دویمی باشد عیناً همان مشکلات را می‌بیند ولی فکر می‌کند در این حالت با وجود این همه دشواری ها و خود این وضعیت چطور تأثیر رسانیدن ممکن است؟ او می‌بیند و فکر می‌کند چطور من در چهارچوبه این همه استراتژی کار کرده می‌توانم تا خطرها را کم کرده بیزنس و درآمد خود را سازم. فرض کردیم که حالا بحران است، بحران اقتصادی یا سیاسی. چی؟ مگر همه بیزنس هایشان را بستند؟ نه. روز به روز بیزنسمن های نو پیدا می‌شوند؟ بله. خواه و ناخواه کسی دوام می‌دهد؟ بله. یا همه محکم کردند؟ نه. تنها نوکاران و هوسکاران محکم می‌کنند. پروفسیونال ها بیزنسشان را کلانتر می‌کنند. حصه هایی که قبلا هوسکار داشت تا رفت کم می‌شوند و پروفسیونال ها انکشاف می‌یابند. همین خیلی است. برای همین نکته دیگر، با کودک در تشکل یابی فکرانیش کمک کنید. فکرانی قوی، فکرانی غالب، فکرانی که به او امکان می‌دهد تا امکانیت‌های یک چند سال پیش را بیند.
فکرانی که به او امکان می‌دهد تا واریانت‌های بیشمار حل کار را بیند. فکرانی که به او امکان می‌دهد همیشه ریشه مشکلی را بیند. قعر را. او باید دوربین باشد. واریانت‌های بیشمار داشته باشد. مثلا او هدف دارد. اگر این راه او را سوی هدفش نبرد، پس او باید فکرانی داشته باشد تا که راه و واریانت‌های نو یابد و استفاده برد. چیزی دیگر که به کودک آموزاندن در کار. 6 نمود دانش. اینتلکت. کودک را هماهنگ انکشاف دادن در کار. دانش اکادمی را مکتب می دهد، دانشگاه می دهد. در مکتب و دانشگاه ها فنها را می آموزانند. دانش اقتصادی را باشد در هر جا نمی آموزانند. این را تنها ما در مکتبمان می آموزانیم. ما در مکتبمان محض دانش اقتصادی و غیره را می آموزانیم. کودک در هیچ جا این را گرفتن نمی تواند. نه در خانه، نه در مکتب و نه در دانشگاه. هیچ کس با او این را نمی آموزاند. ذهن اقتصادی او را انکشاف نمی دهد. نکته دیگر، دانش معنوی. دانش معنوی دینداری نیست، بلکه فراتر از دینداری است. در یاد دارید، طرز حیات چنین آدمان تا حد امکان با ارزش‌های دینیش موافقت می‌کند. دانش معنوی شرط است. این دستاورد بزرگ است. می‌فهمید؟ این بسیار مهم است. ارزش‌های معنوی، ارزش‌های انسانی که باید همه در خود تربیت کند، انکشاف دهد. دانش معنوی همین است. دانش ایجادی. کودک باید دانش ایجادی داشته باشد. او باید ایجاد کرده تواند. او باید راه‌های نو، حل‌های نو را اختراع کرده تواند. اون نباید نشسته تومه تقدیر شود. اون نباید نشسته شکایت کند. اون نباید نشسته گوید که کی کسی به من کمک میکند، کی کسی به جایم کاری میکند. او باید، میفهمید، دانش ایجادی داشته باشد. بیند، مکمل سازد. بیند، تکمیل دهد. وقتی چیزی را بیند، باید چیزی نو سازد. هیچ چیز نیست از چیزهای بوده چیزی نو سازد. هیچ چیز نیست باید یابد. برای این دانش ایجادی در کار. دانش سازندگی. او باید دائم در جستجو باشد. اگر انسان دانش ایجادی نداشته باشد، او نمیفهمد. این کار را کردن نمیتواند. دوام چندین سال کاریم بسیار دیدم. آدمانی هستند که 50 بار میفهمانید نمیفهمد. چون که از کودکی اون میل نداشت. اون ندیده است. کوشش نکرده است. او در محیط کلان شده است که ما به تو شیرینی، ما به تو نوشاکی، ما به تو چیپسی، آن سرا بشین من خستم. وقتی معامله والدان همین خیل باشد، من خسته شدم تو رو آنجا شین، می بخشید و همین خیل می شود. تصورات انسان کی وسیع‌تر است؟ در کودکی یا کلانسالی؟ در کودکی. از همه عجیبش همه چیزهایی که به شما میگویم خداوند به کودکان داده است. تنها ما همش را ویران میکنیم. ما کودکان موافق میخواهیم. کودکانمون را به سوی روانه میسازیم که خودمون میخواهیم. برای همین آنها کودکان موافق میشوند، ولی هر چی که خدا داده است بای میدهند. نکته نوبتی دانش حسیاتی است. کودک باید حسیات خود را افاده کرده تواند. اون نباید روح افتاده باشد. اون نباید با ترس و هراس زندگی کند. اون نباید چنین باشد. میفهمید؟ وگرنه او خود را خوشبختی است نمی کند. او باید گشاده باشد. اون نباید محدود باشد. دانش حسیاتی او باید انکشاف یافته باشد تا احساساتش را درست بیان کرده تواند. او باید با باوری گپ زند، گوش کند، فهمد. او باید حسیات دیگران را درک کند. دردی برادر و خواهران و خویشانش را فهمیده و حس کرده تواند. آنگاه او مهربان می شود. انسان حسیاتی وقتی چیزی را سخت می خواهد می کند. دانش حسیاتی ضرور است. خیلی و خیلی مهم است. نکته دیگر، دانش جسمانی. آن تنها توسط ورزش یا کار جسمانی رشد می یابد. به طور دیگر آن رشد نمی یابد. انسان باید تربیت جسمانی داشته باشد. وگرنه کامیاب نمی شود. کمبودی خواهد داشت. نگاه کنید. می شود که آدمی با عقل، زیرک، با استعداد، ولی تنبل. میفهمید؟ همان تنبلیش در حیاتش به او سخت خلل میرساند. یا او دائم با عادت سستی و دیرکنی زندگی میکند. خیر، روزی دوشنبه میکنم، پگاه میکنم، موسم دیگر خیر، کار امروزه را به فردا میگذارد. نشد بیا دفعه دیگر. این همه از باعث نارسایی تربیت جسمانی است.
دانش جسمانی انتظام را به راه میماند. انتظام برای رسیدن به هدف خیلی ضرور است. انتظام جسمانی، انتظام اقتصادی، در وقتش با رقم‌ها درست نظارت و اداره کردن و غیره. بله، این نکته ها خیلی ضرورند. من آینده این مثلا فرزندان خودم را تصور کردن نمیتوانم اگر آنها همین دانش و خصوصیت های گفتم را نداشته باشند. آنچه را که به شما میگویم به فرزندانم نیز میآموزانم. هر دفعه به آنها میگویم، میفهمانم، میآموزانم و غیره. برای آنکه به اینها نمیشود، کامیابی ناممکن است. باز به کودک چی را آموزاندن در کار؟ مهارت نقشه کشیدن، مهارتی به نقشه درآوردن حیات خود، اداره کردن وقت. او باید وقت خود را اداره کرده تواند. نگاه کنید، اگر شما یگان ترینینگ مرا گوش کرده باشید، من میگویم فرمولایی که ما فهمیدیم، وقت جمع پول برابر نتیجه. آن چطور کار میکند؟ وقت جمع پول برابر نتیجه. آن چطور کار میکند؟ نگاه کنید. ما میفهمیم که اکثر آدمان یک خیل پول ندارند. شما هم آدمان یک خیل پول ندارید در کیسه‌تان. ولی همه ما در یک شبانه روز 24 ساعت وقت داریم. یک خیل. مهم نیست که کسب و کار ما چیست. ما چند ساله ما کی شده کار میکنیم. همه ما یک خیل در یک شبانه روز 24 ساعت وقت داریم. این بود سری یکم. سری دوم، ما میدونیم که اکثر آدمان بای در اول پول نداشتند. آدمان بای از اول پول زیاد نداشتند. حداقل 97 98 حتی 99% آدمان ثروتمند امروزه از اول پولدار نبودند. چی به آنها کمک کرد تا بای شوند؟ یعنی اگر از اول پول نداشته باشند، پس آنها وقتشان را درست استفاده کردند. برای آنکه انسان در آخر همان کسی می شود که وقتش را به آن صرف کرده است. اگر شما هر روز 1 ساعت با ورزش مشغول شوید، زمان ورزشگر می شوید. اگر شما هر روز 1 ساعت درباره پول کارکنی معلومات گیرید، زمان ثروتمند می شوید. اگر شما هر روز 1 ساعت با زبان آموزی مشغول شوید، دیر یا زود آن زبان را یاد می گیرید. زمان حتما یاد می گیرید. با عقل نه کسی است که همه چی را می داند. با عقل کسی است که همیشه می خواند. اگر چیزی را ندانید نترسید. اگر چیزی را ندانید نترسید. اگر نخوانید ترسید. میفهمید؟ من به این باور میکنم. من صدقاً باور میکنم که هر کی میخواند دستاوردهای زیاد خواهد داشت. بسیار چیزها را به دست میآورد. برای همین با کودک به نقشه در آوردن وقت خود را یاد دادن در کار. دوستان، این سخنان من معلومات عادی، دانش عادی نیست، بلکه تجربه هاست. ملکه هاست. دانش از تجربه چی فرق دارد؟ دانش را شنیدن، فهمیدن، گرفتن یا به کسی نقل کردن ممکن است، ولی این کم است. در زندگی تجربه در کار است. تجربه. آدمان را دیده اید که می دانند ولی نمی توانند. به شبهه دیده اید. می دانند ولی نمی توانند. ایده پروفسورانی که در دانشگاه ها درس می دهند درباره بیزنس دانش زیاد دارند ولی خودشان بیزنس ساخته نمی توانند. چون این کسان زیادند. نه تنها پروفسوران دانشگاه ها، در حیات عاقلان زیادند که ما آنها را کتاب های روان می نامیم. آنها خیلی با عقلند ولی در زندگی ناکامند. گپ های با عقلانه می گویند ولی در عمل زندگیشان چنین نیست. من در بسیار جایها چنین کسان را دیدم. بسیار ملاها درباره دین گپ‌های عالی میگویند ولی اکثریتشان گپ‌های خودشان را رعایت نمی‌کنند یا همان خیل زیستن نمی‌توانند. یک قسمشان رعایت می‌کنند ولی اکثریت پر را رعایت کردن نمی‌توانند. این کار دشوارترین است. برای همین دانستن دیگر و توانستن دیگر است. حالا سخن ما درباره توانستن است. درباره تجربه ها، انکشاف دادن تجربه ها، انکشاف دادن قابلیت هایی که طرز حیاتتان را می سازد. همین خیر. اگر شما سخنهای گفتم را اجرا کنید، می توانم با باوری گویم فرزند شما انسان بزرگ می شود. ملکه دیگر در گروه کار کرده توانستن است. کودک را از سن و سال خردیش با روحیه گروهی تربیت کنید تا که او بازینگری به قوت گروهی شده تواند. آن زمانها گذشتند. زمانهایی که در تنهایی کار کردن ممکن بود.
حالا زمان است که کس باید با آدمان خوب مناسبت کرده تواند. بار یکی از دوستانم از مادرم پرسید: خاله، لطفاً بگویید چطور انسان می تواند از دلخواه مشکلی رها یابد؟ از دلخواه دشواری. مادر من گفت: انسان با مناسبت خوب از دلخواه مشکلی رها می یابد. این تخمیناً 6-7 سال پیش بود. من هر دفعه این گپ را به یاد می آورم. دلخواه مسئله را حل کردن ممکن است اگر کس معامله کرده تواند، اگر کس مناسبت خوب کرده تواند. با کریر بالا رفتن ممکن است اگر کس مناسبت خوب به راه مانده تواند. عائله سالم و خوشبخت بنیاد کردن ممکن است اگر کس مناسبت خوب به راه مانده تواند. بیزنس خوب ساختن ممکن است اگر کس مناسبت خوب به راه مانده تواند. گروه خوب تشکیل کردن ممکن است اگر کس مناسبت خوب به راه مانده تواند. این خیلی ضرور است. صحبت امروزه من با شما البته نه برای کودکان است. این برای والدان است. این برای همان والدان است که فرزندانشان را عزیز می‌شمارند. این برای همان والدان است که فرزندانشان را دوست می‌دارند. محبت به فرزند برایش تنها شیرینی یا یخماس خریدن نیست، بلکه تربیت اوست. آموزاندن دانش‌های یک عمر فایده‌ناک است. بعد او خودش یک دنیا شیرینی یا یخماس می‌خرد. چی قدری که خواهد. محبت به فرزند برایش تنها ماشین یا خانه خریدن نیست. نه، محبت به فرزند برایش واقعاً غمخواری کردن است تا او در آسمان زندگی آزادانه پرواز کرده تواند. شرط نیست کودک مثل که شما میخواهید شود. او باید با دید و نگاه خدا بزرگ شود، طوری که خدا در او ته کرسی گذاشته است. کودکان باید چنین شوند، نه طوری که شما میخواهید. والدان فرزندان موافق میخواهند. برای همین بعضیشان کودکان را طعنه میزنند. معلمان فرزندان موافق میخواهند. جمعیت آدمان موافق میخواهد. نه هر کس آدمان انکشاف یافته را میخواهد. ولی هر کار حدود دارد. شما نباید کودکتان را مانید که از همه حدود گذشته رود. او باید باید جمعیت را فهمد. اکنون پس از این برآمد من به کودکتان نگوید که تمام دولت گفت تو باید 3 زبان، تکنولوژی ها و غیره ها دانی. اکنون بس فلان کار به تو من است، به تلفن نمیرسی، به هیچ جا نمیروی، تمام. التماس گیتلر نشوید. خوب چرا ما میگوییم که راه‌های شخصیت قوی گردانیدن کودک و همزمان آسیب نرسانیدن بر روحیه او چطور؟ من میگویم که چطور کردن ممکن است. یکم، از همه بهترین کار کودکتان را با خود گیرید و اکسکورسیا تشکیل کنید. اکسکورسیا در آن جایهایی که آدمان موفق شده اند. اکسکورسیا در شرکت‌های بهترین، اکسکورسیا در شهرهای پیشرفته. با کودکتان سیاحت کنید. برایش حالا خانه، یک چند پای افضل، 10 لباس نخرید. یک چیزی خوب خرید ولی به او دنیا را نشان دهید. این بسیار کمک میکند. وقتی او با چشمانش میبیند زودتر تغییر مییابد. ادراک و فهمیشش زودتر تغییر مییابد. این بسیار مهم است. دوم، او را به همان محیطی برید که در آنجا کودکان انکشاف یافتن میخواهند. در آنجا کودکان خواندن میخواهند. شرط نیست در مکتب خوانانید که به شما نزدیک است. در مکتب خوانانید که کودکانش خواندن میخواهند. کودکانش با تربیت، محیطش چنان باشد که خوانندگان آن مکتب شوقمند و فکرانی ایجادکارانه داشته باشند. خوانندگانش میل به علم و دانش، به رشد و انکشاف داشته باشند. فرزندانتان را در چنین مکتب خوانانید. این کار بسیار فایده‌ناک است. سیوم، همیشه با کودک رجه روزش را به ترتیب درآورید و در آن حتما برایش وقت استراحت، وقت بازی جدا سازید. او باید دو تاز کند، حرکت کند، بازی کند. او برای این باید وقت معینی داشته باشد. فرزندتان را از کودکی محروم نسازید.
حیات کلانسالی پر از فشار و مشکلات است. پس فرزند را نباید از کودکی محروم ساخت. ولی همزمان اگر او را از روی ریجه یا نقشه نظارت نکنید، وقتی خاله‌اش را پر نکنید، می توانم با باوری گویم کودک در اول خودش آن را نمی کند. تا به مستقلی عادت نکند، آن کارها را نمی کند. می دانید چی کار می کند؟ او از حد زیاد بازی های نادرکار می کند. هر قدر او وقتش را صرف بازی ها و غیره بکند، از اون نتیجه های بزرگ منتظر نباشید. این خیل نمی شود. از این رو برای راه ندادن به چنین خطا ما باید این را فهمیم. نکته دیگر، مکافات دهی. برای هر یک دستاورد کودکتان با او پاداش دهید. هر یک دستاورد خوردش را مثل چمپیونات سطح جهانی قید کنید. مثال او بهای 5 گرفته آمد. امروز در گرد میز میشینیم، او را تبریک میکنیم. آفرین به تو. تو افتخار مایی. ما با تو فخر میکنیم. ما با تو سربلندیم. مثلا روز دیگر او کتاب نوی را خواند. بیا با ما درباره این کتاب نقل کن. آن درباره چیست؟ یگان رسم میکشید و رسمش عالی است. بیایید در خانه می آویزیم. بهترین. شما باید هم طلب کنید و هم قدرشناسی. مکافات دهید. چیزی را که دوست می دارد برایش خرید. مثال یگان لباس پسندش است، همان را خرید. معمولا کودکان طعام‌های بامزه، شیرینی‌ها، لباسواری، بازیچه ها، نوتبوک، پلنشت و غیره را دوست می‌دارند. آنچه را که می‌خواهند برایشان خرید. همچون مکافات. ولی همین خیل هیچ چیز را ندهید. اگر کار خوب بکند او را شادگردانید. همین کار را دائمی کنید. آنگاه عالی می‌شود. ببینید این بهترین سیستم است که فایده زیاد دارد. من 11 فرزند دارم. شکر خدا، با مدد خدا. و من تربیت فرزندانم را دوام میدهم. خوب میدانم که درباره چی گپ میزنم. من نه از آن آدمانم که کتاب میخواند و نقل میکند ولی خودش نمیداند که کودک را باید چه طور تربیت کرد، یا خودش کودکان را چشم دیدن ندارد و از آنها میگریزد. من چه خیلی که فرزندانم را تربیت میکنم همان را میفهمانم.